بفرمایید افرادی هستن که پیشگویی‌های انجام میدن که اعتقادشون اینه که ما مثلا میتونیم پیشگویی بکنیم، میتونیم حرفایی بزنیم که دیگران اون ظرفیت ندارن که بتونن بفهمن. و شما نگاه بکنید مثلا یکی از بحثایی که در این کتاب میشه از نظر راجع به همین افراده، راجع به افرادی که دارای حس، میگن ما حس البته بیشتر وجود داره ولی حس ششم میگن ما داریم، یعنی میایم الان میگیم که در سال آینده دنیا چجوری خواهد شد. اینا رو روانپزشکی نمیپذیره به این صورت، ولی ما میتونیم به علت اینه که اشکالات نابهنجاری شخصیتی رو مطرح میکنیم اینجا، میشه اینا رو تشخیص داد که کدوم یکی از اینا با چه وضع این کتاب رو بخونه. آیا مثلا باید خودش تشخیص داده باشه که شاید دچار این مشکل خودشیفتگی و نارسیسیسم هست، یا کتاب به درد کسی میخوره که احساس میکنه یک عزیزش یا با کسی که در ریلیشنشیپ هست